این شعر مولانا نگاهت به دنیا را برای همیشه تغییر می‌دهد و نمایانگر این هست که خداوند همیشه می‌خواهد تو را به سوی خودش بکشاند. میگوید نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی 100,000 سال ز من، به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراپرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خشک که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سری چشمه حیات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دان که کدخدات منم.